بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، امام بخاری رحمت الله علیه گفتند که باب اذا بعث بهدیه لیذبح لم یحرم علیه شیء. باب در این باره که وقتی که شخص به خانه کعبه همچون هدیه یک چاروای میفرستاند تا اینکه در خانه یعنی در کعبه قربانی کرده شود، برای این شخصی که هدیه فرستانیده است چیزی حرام نمیگردد. این چی معنا دارد؟ این معنای آن را دارد که وقتی که شخص حاجی لبیک حجن یا لبیک عمرتن گفت، نیت حج یا نیت عمره که کرد، از همان لحظه برای او بسیار کارهایی که حلال بود حرام میگردد، مانند پوشیدن لباسهای دوخته شده، یعنی لباسهایی که در شکل عضو انسانی دوخته شده است یا بافته شده است. او یک لباس می پوشد که دو پارچه متاع هست که یک قسمش رو به عضو پایانی خود می پیچوند که نام او را ازار می گویند، یک قسم دیگرش رو بر بالای کتفش میرد که آن را ریدا می گویند. این فقط برای مردها هست، اما زنها لباس ستر و حجاب خود را پوشیدن می گیرند. بعد امام بخاری رحمت الله علیه حدیث 5566 را روایت کرده، گفتند که حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعیل عن الشعبی عن مسروق انه اتى عائشه. این حدیث را از مسروق روایت کرده. مسروق تابعین است. روایت میکنه که مسروق به نزد عایشه مادر مومن ها همسر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است، یعنی البته این بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم. فقال لها، به حضرت عایشه مسروق میگوید که یا ام المؤمنین، ای مادر مومن ها، همسران جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مومن ها مادر حساب می شود، یعنی از روی احترام و از روی حرام بودن نکاح آنها و از روی قدر و منزلت. فقال لها، پس گفت که ای مادر مومن ها، ای مادر مومن ها، گفته با آداب خطاب کردم. بعد سوال خود را پیشنهاد کرده، گفته که این رجلا یبعث بالهدی، یه مرد به سوی خانه کعبه هدی میفرستاند. هدی یعنی چاروا مانند شتر، گاو و گوسفند، همچون هدیه به خانه کعبه تا اینکه در خانه کعبه قربانی کرده شود، یعنی در مکه، و به فقیران مکه تقسیم کرده شود. این یک سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، اجر و ثواب عظیم دارد. ان رجلا یبعث بالهدی الى الكعبه و یجلس فی المصر، یعنی آدم همراهی حاجی ها یا همراهی آنهایی که به زیارت عمره می روند یک چاروا داده می فرستاند و خود در شهر خودش باقی می ماند. فیوسی ان تقلد بدنته، وصیت می کند که این شتری مرا به گردنش قلاید پیچانید. قلاید یعنی با یک ریسمان بعضی چیزها را می پیچانیدن همچون علامت به آن که این قربانی هدیه به خانه کعبه است. وقتی که این علامتش را می دیدند کسی به این با بدی دست نمی رسانید. احترام این شتر را به جا می آوردن برای آنکه احترام کعبه را به جا می آوردن. حتی راهزنها هم کاردار نمی شد، برای آنکه این هدیه به خانه کعبه است، در مکه مکرمه قربانی کرده می شد، برای همین کسی دست نمی رسانید. شخصی که قربانیش را فرستانید، یعنی این غیر قربانی که روز عید هر یک انسان با دست خودش در شهر خودش قربانی می کند، این هدیه هست، این فقط در خانه کعبه قربانی کرده می شود. بعد پرسید که یه آدم نیت کرده است و وصیت کرده است که به شتر او بر گردنش علامت ها گذاشته شود، فلا یزال من ذلك اليوم محرما حتی یحل الناس. بعد از همان روزی که شترش را فرستانید تا مردم از احرام هایشان حلال شدن، این شخصی که هدیه فرستانید اینم محرم میگشت. محرم شخصی که به خودش، یعنی محرم گفته اساسا حاجی را میگویند. حاجی وقتی که لبیک حجن یا لبیک عمرتن که گفته نیت حج یا عمره کرد، برای او بسیار کارهایی که حلال بود حرام میگردد. این شخص سوال کرده ایستاد از مسروق که آیا شخصی که به مکه قربانی فرستانید آیا برای او هم حرام میگردد؟ چه خیلی که برای حاجی ها حرام میگردد. بعد گفت که فسمعت تصفیقها، شنیدم کفکوبی حضرت عایشه را می وراء الحجاب، از قفای پرده. یعنی حضرت عایشه اگرچه پیرانسال شده بودن، با مردم بیگانه که خیش و تبار نیست، محرم نیست،
اگرچه مادر مومن ها هستند ولی از قفای پرده صحبت میکردند، به سوال های مردم جواب میدادند، به مردم فتوا میدادند، کفکوبی کردند، همچون اعتراض به این سخن، همچون ناراضگی به سخنی که مسروق گفت. بعد حضرت عایشه رضی الله عنها گفتند فقالت لقد كنت افتل قلائد هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در حقیقت من بر گردن شتوری پیامبر صلی الله علیه و سلم که به مکه همچون هدیه میفرستانیدند، به گردنش علامت ها را میپیچانیدم، علامت قربانی بودنش را و علامت هدیه بودنش را، تا اینکه دوزها و راهزنها دستی بدی نرسانند. فیبعثو هدیه الی الکعبه، جناب رسول الله شتر را به کعبه همچون هدیه میفرستانیدند. فما یحرم علیه، چیزی به پیامبر صلی الله علیه و سلم حرام نمیگشت. مما حل للرجال من اهله حتی یرجع الناس، یعنی اون چیزی که به دیگر مردهایی که هدیه نفرستانیده بودند، اون چیزی که برای آنها حلال بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم حرام نمیگشت. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند دیگر آدم‌هایی که هدیه نفرستانیده است، خیلی که همسرش برای او حلال بود، لباس پوشیدن برای او حلال بود، خوشبویی برای او حلال بود، و پیامبر صلی الله علیه و سلم همه چیز حلال بود، چیزی را برای خودشان حرام نمیگردانیدند حتی ارجعن است، تا برگشتنی مردم، یعنی تا حاجی ها قربانی ها را کردند چیزی را برای خود حرام نمیکردند. خلاصه حضرت عایشه رد زدند، انکار کردند با آن شخصی که قربانی خودش را به مکه میفرستاند و مانند حاجی در شهرش، یعنی برای خود آن چیزهایی که برای حاجی ها حرام گشت آن چیزها را هم برای خود حرام میکرد، با عائله‌اش نزدیک نمیشد، ناخن نمیگرفت، موی نمیگرفت، لباس نمیپوشید، عطر نمیپوشید، یعنی با آنها انکار کرده. این مذهب حضرت عایشه و برداشت حضرت عایشه از این حدیث است. لیکن بعض علما مسئله ناخن و گرفتن موی را استثناء کردند برای آن آدمی که به کعبه هدیه میفرستاند، نه برای آن آدمی که در این شهرش یا در کجای نباشد قربانی میکند.